البته که ببینید همین عباره که وطن مادر است درست است. یعنی وطن برای همه عزیز است. تصور کنید برای اکثریت جوانان ما یعنی همون وطن همون مادر چه خدمت کرد. بیچاره نه باغچه کودکانه میره و از روزی به دنیا میبیو. درست است برای یک گروه در یک دایره خرد با یک دایره بزرگتر با یک دایره بزرگتر خب همین دایره ها چند تا 5-10 دایره هست که برای اونها وطن واقعا مادر است. شرایط خوبی اقتصادی، شرایط خوبی فرهنگی، شرایط خوبی تجارتی، شرایط خوبی خواب سیرگاه زدن و توریسم، شرایط خوبی عشق عاشقی و معیشت، شرایط خوبی تجاوز، شرایط خوبی هر آرمانی که میخواهند در زندگی رو بگین کنن برای خودشون یعنی که بخواهند انجام بدن میتونن. از لحاظ قتل دلشون بخواد دل خواب جوان برام به قتل میرسونن. تجاوز گلچین دخترکا رو میتونن که تای چشم میگن برام تجاوز بکنن. از لحاظ پول همه امکانات رو در دستشون دارن، میتونن غصب مالکیت یک صاحبکار کنن میلیونر شون. از لحاظ سیرگشت کردن شرایط دارن چون پول از صاحبکار میگیرن، مهنت دیگر رو غصب میکنن، میخوان سیرگشت بکنن. دبی، امارات، سنگاپور هر جا که شرایطی خب وظیفه و عنوان و چیزای قیمت بها گرفتن پول دارن، باز هم برمیگردیم به مفت غصب مالکیت مردم. همه امکانات دارن، وطن برای اونها مادر است، همه خدمت براشون کرده. اما برای یک گروه مهاجری بیچاره که چشمش به دنیا میبیو پدرش نمیبینه، بیچاره یک اون پدرش در غربت به یک حال زار، به یک طلبندگی، به یک همه رژیم کلان میشوند. نه زندگی حلال میبینن، نه غذای حلال میبینن، نه لباسی درست میپوشن، نه چیزهای نه ماشینی درست سیرگشت میکنن، نه درست. اکثریت 90% جوانا غیر از روسیه اومدن دیگه یگام جای کنار دنیا به استراحت سیرگشت رفتن نمیتونن. 90% جوانایی که پدرشون در غربت هست نمیتونن. به خاطر چی؟ شرایط نیست. بیچاره همین مکتب در مکتب دهه به همون لای و به همون تاریکی و تنگی و بدون سیویت و بدون قوه برق و تپک برو لای برو گریان برو پیچکا گریان بکنه دیجور صبح بسو همین راه رو به همین بیچاره به جای میرسه صرف 10-11 همین 11 را تمام میکنه. ابله و سرنشین جوان در روسیه میبیا که دزه ظلمی امنیتی و فسب و کگبش نیکو نمیدونم انتظاری همو چی میگن شناسنامه و یکی همو رزرشن رابط و در خب کیدتی پسرید نیکو نبودن پول و نبودن خانه و در خانه 10-12 ظلم میره و زن میگیره. خب بیچاره 10 روز 15 روز در بری همسرش مثلا میبیاد 2 تا فرزند تولد میشه میره فرزنداش یا نه میبینه. از پدر به پسر از پدر به پسر میراثی یک طبیعیش دیسه برای این ملت. یک میراثی هست که میگه از جانب پروردگار این میراث برای ما اومده رسیده باشه، در حالی که چونی نیست. برای همین طبقه همون وطن همون ملت گیجاش وطن و ملت باشه. اکو آوردن این را شهر دادن یک سویتنا یک چیزی قیمت بها یک چیزی قیمت یعنی مادر که برای همه عزیز است. وطن مادر است و وطنی که در حق یک فرزند بجز از ظلم و ستم و فشار و تهدید و دربدری و گرسنگی و کیدت و نبودن همسر ندیدن پدر ندیدن مادر دیگر چیزی نداده است گیجای او مادر است. برای یک دایره بله وطن مادر است. در عموم عبارت پراوینه درست است که وطن برای همه عزیز است، نه برای همه عزیز است. اما وقتی در عموم عبارت را داخلش میدروی که آیا برای ما هم چنین است؟ نه. سامان، اسماعیل، طاهر، زهیر، حسن، حسین، کرولید، شرولید، پرولید برای اونها ها اوکی وطن همه چی. حتی از مادرشون زیادتر براشون خدمت میکنه، حتی مادرشون هم خدمت براشون نمیکنه که وطن اون ثروت وطن، دارایی‌های وطن، کیف و صفا و استراحتایی که در وطن استفاده میبرن بهترین. یک گروهش تا زمانی که به سر قدرت نرسیدن چوپان بودن، گرسنه در کوها میگشتن، اما آمدن یک پدرشون و دپوتات و وکیل شد، همه این نسل آور امروز گل چیزی را میخورن. حتی میگم در زمانی در آغوش مادرشون چیزی زیبا و چیزی بلازد نمیخوردن که امروز میخورن. برای اونها وطن از مادرشون دیده عزیزتر است. ولی اما برای یک تعداد زیادی مردم وطن کی گفته از برای اینا مادر است؟ مردم به این عباره فریب کردین، مردم کشتین، دربدر کردین. بچه وطن مادر از ما فرق نداره، ما در همینجا هم باشه زتا پدر و مادر مدعم نست کو. کنی گارانتی پدر مادرش مدعم نست؟ کم دخترکا گم شدن و تحقیر و تجاوز شدن ندیدین؟ به همین عباره ما مردم ساده را فریب کردن.
از نام خلق را گمراه میکنن. میگه از نام خلق استفاده بردن، باز هم ما را گمراه بردن، با یعنی که چی میکنن؟ گناهگار میکنن. در مقابل وطن گپ نزن که مادر است. مادر خود میکنه، پدر وطن خود میکنه. بچه دلت برای وطنت بسوزه، اواجه دشمنی وطن خوینی وطن نشه. و ایلو وقتی نظر میکنی همین وطنی که شما بزرگ نشانش میتین، زیبا آبادای که دوشنبه را بیو بین، دوشنبه تاجیکستان شده نمیتونه. برای دوشنبه 4 تا دام و 4 تا بینای بلند 4 صاحبکار به چرا اومده ساخته است. یک چشم تا کم ترک بیرون. هفته گذشته ما مکتب در وحدت نشان دادیم که در کدام حالت صدمه قرار دارد. در رای اکسل برای صنف 1 2 3 4 یک صنف خانه است. صنف 1 صنف 2 صنف 3 صنف 4 یک صنف خانه. او چی دست میگه؟ یاتش اب وگده میخونه، یاتش دکارده میخونه، یاتش بوی جوی میلیون میخونه، یاتش تا جام بود سر آدم فراز. چی مکتب است؟ این چی نبود نظام است. اینا وطن برای شما مادر است.